خواهش میکنم خیلی خوش اومدید به قسمت دوم 61.8% فان. 20 من مبارک. از قسمت 1 تا قسمت 2 خیلی اتفاق افتاد. جنگ شد، دلار از 105 تومن اومد پایین شد 80 خورده ای، الان دوباره 90 خورده ایه. برق قطع شد، آب قطع شد. تو زمان جنگ همه چی اوکی بود تو تهران. ما رفتیم برگشتیم. چه خبرتونه؟ خلاصه امروز میخوام قسمت 2 این برنامه رو بعد از گذر از همه اتفاقا با همدیگه اجرا بکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ پوتین و ترامپ 2 روز گذشته توی آلاسکا با همدیگه بستنی خوردن. نشستن صحبت کردن. پوتینی که کل دنیا علیش چپ کرده بود که چرا جنگ کردی با اوکراین، الان ترامپ اومد دستشو گرفت گفت ما داداشیم. حالا از اون ور چی شده؟ امروز چه اتفاقی افتاد؟ پوتین به ترامپ گفته که اگر زلنسکی میخواد که دیگه جنگ نکنیم باید بشیم توافق کنیم. یه دونتسکی نمیدونم، یه کرملینی نمیدونم، یه چند تا این شهراش که من نمیدونم چی و اونا رو بده و ناتو هم نزار بیاد توی اوکراین. ناتو زدایی میخواست بکنه. ترامپ هم بهش گفته باشه حالا حلش میکنیم، اوکیش میکنیم. نماینده ویژه‌ای داشت، ویتکاف بود کی بود اون رفت و اونم صحبت کرد. احتمالاً نمیدونم شاید جنگ بشه دوباره اونور. امروز ترامپ و زلنسکی و اتحادیه اروپا و یه سری از رهبران اروپایی با هم دیگه توی آمریکا تو کاخ سفید دور هم نشستن. دلت نخواد. یه میز بیزی شکلی داره کاخ سفید. اونجا رفتن دور هم جمع شدن. جالب اینجاست که آیه زلنسکی کچلوار پوشیده، کچلوار مشکی پوشیده، توی این مراسم دعوت شده. هرچند که گفته بود که من لباس رزم میپوشم تا وقتی که جنگ تموم بشه. حالا که کچلوار پوشیده نمیدونم دلیلش چیه. از اون ور به ترامپ هم گفته که انتخابات توی اوکراین برگزار نمیشه تا وقتی که جنگ هست. ترامپ هم چی گفته؟ گفته اینجوریه؟ خب خوبه. موقعی که انتخابات دور بعدی آمریکا میشه من جنگی را بندازم اونجوری رئیس جمهور به اونم انتخابات انجام نشه. خلاصه اینا با همدیگه یه توافقاتی دارن انجام میدن، ما هم خبر نداریم. چارت طلا رو که نگاه بکنی میبینی طلا ریزشیه. نفت رو نگاه بکنی میبینی نفت هم تقریبا ریزشیه. بیت کوین و اتریوم و کریپتوکارنسی رو نگاه بکنی اونا هم میبینی ریزشیه. من نمیفهمم. چون اگر سایه جنگ از این قضیه برداشته بشه و بخوان توافق بکنن باید رمز ارزها برن بالا دیگه. برای یه صلحی میشه دیگه. این میشه همون داستان این که دارایی ریسک پذیر داریم و دارایی ریسک گریز. ریسک گریزه میشه چی؟ میشه طلا. اون یکی چیه؟ ریسک پذیره چیه؟ یعنی چی؟ یعنی شرایط صلح باشه، همه چی خوب باشه، اونا میرن بالا، میشه رمز ارزها. ولی رمز ارزها اومده پایین. چرا؟ چون هیچکی اطمینان نداره به این قضیه. احتمال داره دوباره با هم دیگه سرشاخ بشن. حالا برد سیاسی ترامپ تا اینجا این بوده که تونسته پوتین رو بکشونه تو خاک کشورش با هم دیگه صحبت بکنن. برد سیاسی پوتین هم این بوده که گفته منی که هی میگی جنگ جنگ جنگ، نشستم با ترامپ توی خاک آمریکا صحبت کردم. فرش قرمز، هواپیمای B2 رد شد، توی ماشین زرهی خود ترامپ نشستم، اما خیلی با هم رفیقیم. نتیجهش اینه که این صحبت‌ها یا مذاکرات یا معاملاتی که داره انجام میشه، مبادلاتی که داره انجام میشه بینشون، هر چی که هست فعلا برای ماها نمایش. حالا ببینید نمایش تا کی ادامه پیدا میکنه. ترامپ فعلا گفته تا 1-2 هفته آینده ادامه پیدا میکنه. من هم این ویدیو رو گرفتم چون نشستن الان پشت درهای بسته دارن صحبت میکنن، هیچ چیز دیگه‌ای به ما نمیرسه و احتمالاً ویدیوی بعدی نتیجه این جلسه رو با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم و میگیم گل و بلبل شده یا نشده. پس تا ویدیوی بعدی ویدیو رو گفتم کوتاه بسازم چون مهم بود و ویدیوی بعدی بیشتر میخندیم. حالا یا به ترامپ یا به بایدن. بدبخت بایدن. پیرمرد کجاست؟ راستی زن ترامپ نامه نوشته بوده برای زن پوتین فکر کنم. بعد زن زلنسکی هم اومد نامه نوشته برای زن ترامپ. نمیدونم چی قضیه، همینجوری گفتم یه چیزی باشه، شاید یه چیزی توش در بیاد. سابسکرایب بکنید،
کامنت بذارید، لایک بکنید، بگید شما چی میدونید از این اتفاقات اخیر. شما یه چیزایی به ما یاد بدید، ما هم یه چیزایی از شما یاد بگیریم. این وسط ببینیم چه اتفاقی میفته، سود کنیم. همین. پس تا ویدیو بعدی که میشه قسمت 3 61.8% فان، هی کامنت و لایک و اینا برای من بذارید، چون قسمت بعدی خیلی جذابه. بای بای.